باز چی شده غمبرک زدی؟ هیچ حالم اوکی نیست، برو خونه میام با حرف میزنم حالا. خب بریم شیرینی فروشی یه جعبه شیرینی بخریم با خودت آشتی کنی. بابا علی حال و حوصله ندارم، برو دیگه. میگم چی شده؟ هیچی بابا. بابا سحر گیر داده میگه تا خونه نخری نمیذارم یه خواستگاری. خب نرو خواستگاریش. بابا تو واقعا گاوی. چادر قبول نمیکنه. علی برو تو رو قرآن بذار حال خودم باشه. مامانم یه چادر مسافرتی خریده 12 سال تو کمده. حالا مسافرت نیده به خودش. آقا مسافرت چی؟ میخوام برم خواستگاری، ول کن علی. بریم بالا. خوبه. باش. اینم سند خونه، ببر بکوب به صورت بابای سحر، کارو تموم کن. جل کردی سندو؟ سویچ موتور رو بده، میخوام برم سر کار، دیرم شد. با ماشین برو دیگه. یکی از رفیقام خونه میخواد، صبح فروختمش واسش خونه خرید. احمق چیکار کردی؟ ماشینه برای چی فروختی؟ فردین هنوز زنده است. با تو عجب خری هستی. سویچ تو کیفمه، برو بردا برو. تشکر میکردی.